بگیم در چند شهر و نویه‌های جمهوری تاجیکستان و بعدا باز ویدیو میخونیم با معلومات شما میرسونیم. سلام به همه نفرهایی که همه روزا ویدیوهای ما را تماشا میکنیم. اویدی نقشه دعوتکنی به خدمت حربی صحبت میکنیم. با دقت تا آخر شب تماشا کنین. نفرهایی که عین حال مرا تماشا کردین فراموش نکنین که پر کردن انکетای گرین کارت سر شدگی. در یک سال یک مرتبه امریکا با شهروندان تمامی روی دنیا فرصت میده که گرین کارت هاشون پر کنن و گرین کارت وقتی که برد میکنین آزادانه با امریکا سفر میکنین و کار و فعالیت میکنین. نمره واتساپ میبرویا در واتساپ بنویسین با شما گرین کارت پر کنی را میفهمونن. خب موضوع اساسی امروزه ما نقشه دعوت حربی در کجا چقدر اجرا شد. نقشه دعوت جوانان و صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در قیاس با موسم گذشته در سطح بلند عملی گردیده ایستاده است. یعنی که در مدت یک هفته بگیم در چند شهر و نویه‌های جمهوری تاجیکستان الکی به انجام رسیده است. ولایت مختار کوهستان بدخشان نقشه دعوت تیرماهی جوانان و صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان را بر زیاد اجرا نموده است. نقشه در ولایت ختلان نیز در روز اولی دعوت جوانان به خدمت حربی 100% اجرا شده است. همزمان ناحیه‌های سنگوار 100% اجرا شد. لخش، تاجیک‌آباد، نورآباد و رشت نیز نقشه دعوتکنی به خدمت حربی را 100% به انجام رسانیدند. در ولایت سوخت شهر پنجکند، ناحیه شهرستان، جماعت دهاتی واروخ و لکان و شهرک شورابی شهر استروشن نقشه را نیز پورا 100% به انجام رسانیدند. در شهر دوشنبه و ناحیه‌های تابع مرکز نیز معرکه دعوت به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان ادامه دارد و گفته می شود که وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان قید کرده گفت که روز 10 اکتبر حسابات 10 روزه نقشه دعوت به خدمت حربی را پیشکشی مردم می‌گرداند. یعنی در اینجا سوال به میان میآید که آیا در تمام جمهوری تاجیکستان نقشه چقدر به انجام رسیده؟ روز 10 امی اینفورماسیا میبروید و بعدا باز ویدیو میخونیم با معلومات شما میرسونیم. زیاده از 10 یا 15 شهر و ناحیه‌ها چقدر که ما نامبر کردیم نقشه را پورا به انجام رسانیدم. اکنون کامنتاری‌های شما را میخونیم، با دقت گوش کنید. نفرهایی که بخواهیم با آدمای باوریناب گرانسای قزاقستان برین رقمشون روی اکران دا میبروید زنگ بزنین با نرخ ارزان و اسکیدکای خوب شما را گرانیسا میبرن میبیارن. منوچهر نویسنده السلام علیکم اکای سورمون میگفتن که حاضر یک پسرا را به خدمت دعوت میکنند یا اینکه نه. نفرهایی که یک فرزند میباشند از دعوتکنی به خدمت حربی آزاد هستند. یک نفر دیگر نویسنده سلام اکای سورمون رجیستراسیا проверка میکردگی آدم نامراش هم میموندی خوب میشید. ما چندین بار گفته هستیم که این گونه آدم حاضرش نداریم و проверка کردن نمیتونیم. برادر عزیز نیست آدمی که رجیستراسیا проверка کنه. یک نفر دیگر نویسنده سلام اکای سورمون پاتنت انولировать شدگی گرانیتسا بگذاریم ایسری نو پاتنت کرده میشود یا اینکه نه. یک مینوسی انولировать شدن پاتنت همین میباشه که شما وقتی که با ایسری نو وارد روسیه میشین تا مدت یک ساله نمیتونین حجت بسپارین برای گرفتن پاتنت. شهریار نویسنده سلام اکای سوربون با پروای تاجیکی در روسیه کار کرده میشود یا اینکه نه. با حجت رانندگی تاجیکی در فدراسیای روسیه تا برای گشت و گذار کردن خودتان اجازه میتین تمام. برای کار و فعالیت کردن باید حتما پروای روسیسکی داشته باشین. یک نفر دیگر نویسنده سلام اکای سوربون همین проверка ها تمام شدن یا اینکه نه. در گرانیتسا چی گپ شده است؟ ویدیوها را دیدیم ترسیدیم. در گرانیتسا هیچ گپ نشده است. پروسته که تفتیش حجت ها و رید ها زیاد شدگیند. از سببی که رید نلیگال 2024 در تمام شهرهای فدراسیای روسیه بازی سر شدگی با همین خاطر در تمام منطقه ها بگیم تفتیش حجت ها را زیادتر کردگیند و رید ها زیادتر ادامه داده‌اند. یک نفر دیگر نویسنده سلام اکای سوربون نفرهایی که یک پسر میباشند به خدمت دعوت میشوند یا اینکه نه. یک پسرها از دعوتکنی به خدمت حربی آزاد هستند، لیکن شما باید که در قید و اینکامات خودتان ماندگی باشین. بعدا به نام شما دیگر پویسکا روان کرده نمیشود. صبحان نویسنده سلام اکای سوربون اوفی مهاجران میشود یا اینکه نه. کی میشده باشد؟ اوفی مهاجران در نظر است که سال 2025 باید بشود، لیکن کدام گروه آدم ها اوف میشوند حاضر انیق شدگی نیست. وقتی که قانون قبول شود بعد انیق میشود.
خب тамошобинони азиз ва гироми қадр, ягон савол бошад дар комментария бинависонед. хоҳиш мекунем ки саволҳои такрориро камтар бинависонед, бениҳоят хуб мешавад. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.